بالاخره پخش سریال جدید خالق جهان بریکینگ بد بعد از چند سال شروع شد. اسم سریال هست پلوریبوس و در ژانر علمی تخیلی ساخته شده. بذار خلاصه داستانشو بهتون بگم که خیلی جالب و عجیب غریبه. Any questions you might have for us, Carol? I guess to start with, what the کل دنیا دچار یک ویروس آخرالزمانی شده که باعث شده مردم احساس خوشبختی، آرامش و رضایت خاطر بکنن. به جز کارل و چند نفر دیگه در جهان که مسئول بودن نسبت به این ویروس و دچارش نشدن. و حالا کارل خودش رو موظف میدونه که مردم دنیا رو از این خوشبختی غیر ارادی نجات بده. Rest assured, Carol, we will figure out what makes you different. figure it out why? So you can join us. 2 قسمت ابتدایش منتشر شده و باید بگم که توی دنیا ترکونده. منتقدهای راتن تاماتوز 100% بهش دادن. منتقدهای متاکریتیک که معروفن به سختگیر بودن 85 از 100 بهش دادن و نمره مردمیش در IMDb عدد رویایی بالاتر از 9 از 10 در حال حاضر که دارم این ویدیو رو ضبط میکنم. من 2 قسمت ابتدایی رو دیدم و میتونم بگم که درخشانه. میتونه یکی از بهترین سریال های چند سال اخیر یا حتی فراتر از این باشه.